بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های محترم کانال یوتیوب بدخشانپور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز با یک برنامه کاملا متفاوت و برنامه بهاری خواستیم که شما دوستا را از جریان بهاری فیض آباد که در پل پهنتون فیض آباد قرار داریم، شما را از ویژگی‌هایی که این پل داره و در این پل چی هست ما اینجا آمدیم که با شما شریک بسازیم. دوستای عزیز، بعد از مدت ها که تقریبا 3 ماه شد که برنامه‌ای نداشتیم، خواستیم از اینجا برنامه‌ای داشته باشیم. دریای کوکچه، در کنار دریای کوکچه قرار داریم و دریای خروشانی که از وسط شهر فیض آباد عبور میکنه و بالاخره میره به دریای پنج وصل میشه. ما آمدیم که از بیگه رمضان است، از افطاری و از برنامه افطاری اینجا شما دوستا را شریک می‌کنیم و شما ما را بیننده باشید. دوستا بازم به ادامه برنامه ما خوش آمدین. ما قرار است که از یک چشمه خوشگواری شهر فیض آباد برنامه داشته باشیم و این چشمه را با شما دوستا شریک بسازیم که از این چشمه چقدر استفاده میشه، کدام مردم استفاده میکنه و دوستایی که شما در تصویر میبینین و تماشا آمدن. ان قریب روزی رمضان رو به اختتام است، به خاطر سیر و سیاحت به اینجا آمدن و از اینجا لذت میبرن و این چشمه را ما از یک که دوستان میخوایم مصاحبه داشته باشیم که از این چشمه چقدر مردم استفاده میکنن و ما شما دوستان ما را بیننده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. متوجه خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت بخیر هستین؟ شغل دارین؟ اسم مبارکتون؟ محمد نعیم. ماشاءالله. چی مصرفیت؟ مصروفیت خب قبلا کارمند دولت بودیم، فعلا بیکار. بله آسف. عزیزان شماست؟ آسف. همه صاحبیان و همه خوابیان همه بچگکای مثلا. الله این را برکت نصیب بکنم. سلامت باشین سر. چشمه شما وقتی چی آمدید؟ مثلا این چشمه اگرچه خالی نسبت نوات تا هنوز اونقدر گرمی نشده که مردم بسیار زیاد داشته باشه. این چشمه واقع زیر پل دانشگاه بدخشان که همجوارش باغ زراعت هم است، یک جای تفریحگاه، یک جای سلجا. نه تنها ما خواهد ولسوالی جرم مربوط بدخشان میشیم که آمدیم در وقتهای گرمی، بر علاوه که محصلین دانشگاه چند هزار محصلی که از این آب صحی و پاک استفاده میکنه، از ولایت‌های همجوار مثلا تخار، قندز اینجا میان از این آب استفاده میکنن. یک آب شیرین، بسیار یک آب بامزه داره. سلامت و بخیر باشین. تشکر جناب محترم. این آب سرچشمه از کجا نشأت میگیره؟ خواهی چشمه است، ما شما نمیتونیم وابسته با دریا نیست؟ نه وابسته با دریا نیست. میبینید که دریا از این طرف میام و چشمه از زیر پل خارج میشه. این از زیر زمین است، به الله پاک معلوم که از کجا سرچشمه میگیره. چشمه آب است. مردمای ولایت دیگر هم به خاطر سیر و سیاحت و نوشیدن از اینجا بله اکثرا مردمای تخار که بسیار یک ولایت نزدیک است به بدخشان زیاد میان و بیشترین استفاده ای آب چشمه را محصلین میکنن. محصلین ما بیشتر مسافر است، چی از ولسوالی بدخشان باشه و از ولایت های همجوار مسافر هستند. نیادا و نیادایی که ما را بیننده